أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحیم. آیتی که تلاوت کردم از سوره الزمر، آیتی 53. الله تعالی در این آیت یک پیام نهایت امیدوار کننده بری بندگان عاصی و سرکش و گنهگار و ناامید خود می‌دهد. می‌فرماید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. بگو ای محمد صلی الله علیه و سلم و این پیام مرا بری بندگانم برسان. چی پیام است؟ یا عبادی الذین اسرفوا، یا عبادی ای بندگان من. یا حرف ندا، عباد جمع بنده را میگه، یا عبادی یا نسبتی. با این همه گناهانشان، طغیان و سرکشیشان و نافرمانی از اوامر الله تعالی و همچنان سرپیچیدن از نواهی الله تعالی، با وجود این همه جنایات الله باز هم عبادی خطاب میکنه، بندگان من. خطاب نهایت با شفقت است، خطاب مهربانی است، کمال رحمت الله تعالی است. می فرماید ای بندگان من. کدام بندگان؟ الذین اسرفوا علی انفسهم، بندگانی که بالای نفس خود اسراف کردن، تجاوز کردن، ظلم کردن، گناهان را انجام دادن، شرک ورزیدن به الله تعالی و همچنان کفر کردن، قتل کردن و زنا کردن و مال مردم غصب کردن، مال یتیم را خوردن، سحر و جادو و غیره گناهان کبیره و صغیره دیگری انجام دادن. اینها را برشان پیام برسان. بگو لا تقنطوا من رحمت الله، شما از رحمت الله تعالی ناامید نشوید. با این همه گناهانتان هنوز فرصت است، هنوز وقت است، هنوز فرصتی توبه است. شما بیاین به الله تعالی رجوع کنین، سری خود خم بکنین. چرا؟ ان الله یغفر الذنوب جمیعا، الله همه گناهان شما را می بخشد، به هر اندازه‌ای که حجمش بوده باشه، به هر اندازه‌ای که گناه زیاد بوده باشه، گناهان بزرگی بوده باشه، گناهان خرد بوده باشه، گناهان سابقه و قدیمی داشته باشی یا گناهان تازه‌ای داشته باشی، الله تعالی تمام گناهان را می بخشد. گناه بین تو و پروردگارت بوده باشه، گناه بین تو و مخلوق الله تعالی بالای دیگران ظلم کرده باشی، همه از اینها را الله تعالی می بخشد، لکن به شرطی که تو توبه کنی، تو رجوع کنی. انه هو الغفور الرحیم. الله تعالی تأکید میکنه الله تعالی قادر است که ببخشد، الله تعالی دوست داره که ببخشد. انه هو الغفور، ذاتی که زیاد بخشش میکنه و بخشش دوست دارد. و در ادامه میفرماد نه تنها الله میبخشد بلکه رحیم و مهربان است. از جمله رحمت ها و مهربانی های الله تعالی توبه تو را قبول میکنه و در مقابل توبه برات اجری بی پایان نصیب میکنه و نعمت های زیادی را برات میبخشد در قیامت، در جنت، و همراه از این گناهان سابق تو را به حسنات تبدیل میکنه. الله تعالی در وصف اینها در سوره الفرقان میفرماد الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. مگر کسایی که توبه کردن از شرک،
از کفر، از زنا، از بخل و از ندای غیر الله و از قتل نفس، از اینها توبه کردن و به الله رجوع کردن و همراه از این عمل صالح را هم انجام دادن، کارهای نیک را، فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، الله تعالی گناهان گذشته از اینها را به حسنات تبدیل میکنه، چقدر ذاتی مهربان است و این از مهربانی های الله تعالی می باشد. و باز در ادامه آیه الله تعالی می فرماید و انیبو، تأکید میکنه باز هم رجوع کنید به الله، فرصت است براتان، توبه کنید، بیایید پشیمانی کنید و اسلموا له، و خود بری الله تسلیم بکنید، منقاد شوید بری پروردگارتان، من قبل ان یأتیکم العذاب، پیش از اینکه عذاب بر سر شما بیاید، پیش از اینکه از دنیا بدون توبه برین و در اونجا مورد عذاب الهی قرار بگیرین و باز شما را در اونجا کسی کمک کرده نمیتونه، توان نداره که شما را از عذاب الهی خلاص بکند. ذاتی مهربان بندگان عاصی و گناهگار خدا بار بار صدا میزند که از گناهان خود باز بیایید، گناهان را ترک کنید، پشیمانی و ندامت بکنید و تصمیم بگیرید که دیگر گناه انجام نمیدهیم، الله گناهیت بخشش میکنه و اگر خدای ناخواسته با این گناهان پیش الله تعالی رفتی، باز اونجا از عذاب الله تعالی تو را کسی خلاص کرده نمیتوانه. الله تعالی ما را از جمله تائبین بگرداند، گناهان ما را محو بکند و ما را از جمله اهل بهشت بگرداند.